یه کشوری وسط اروپاست که نه از خدا خبریه، نه از ترس، نه از قید و بند. جایی که آزادی، یعنی واقعا هر کاری دلت بخواد انجام بدی. اونقدر که خیلیا بهش میگن مرکز فیلمای مثبت 18 اروپا. آره درست شنیدی، جمهوری چک، کشوری که نیمی از مردمش میگن ما اصلا به خدا اعتقاد نداریم، اما با این حال جزو شادترین و آرامترین مردم دنیا حساب میشن. عجیبه نه؟ بی خداترین کشور اروپا، ولی مردمش از خیلی کشورهای مذهبی‌تر آرومترن. بمون تا آخر این ویدیو چون قراره بفهمید چرا این کشور با همه جای دنیا فرق داره. جمهوری چک بین آلمان، اتریش، لهستان و اسلواکی قرار گرفته. پایتختش پراگه، یه شهر پر از قلعه، کوچه‌های سنگی با معماری‌های شگفت‌انگیز، ولی پشت اون ظاهر تاریخی و آرام یه آزادی عجیب جریان داره. تو خیابوناش ممکنه همزمان یه گروه موزیسین ببینی، یه نقاش خیابونی، یه زوج وسط خیابون در حال بوسیدن و چند تا جوان که با خنده آبجو میزنن. آره اینجا نوشیدنی‌های الکلی از آب ارزون‌تره. اینجا زندگی یه جشن بی‌پایانه، نه پلیسی که بگه چرا این لباسو پوشیدی، نه همسایه‌ای که قضاوتت کنه. آدما خودشونو قایم نمی‌کنن، میرقصن، میخندن، داد میزنن و هیچ کس نمیگه ساکت باش. حتی مراسم ازدواجشون هم فرق داره. خیلی تصمیم میگیرن اصلا ازدواج نکنن. میگن عشق باید آزاد باشه، نه با کاغذ و قانون تعریف بشه. برای ما عجیبه ولی برای اونا عادی ترین چیز دنیاست و شاید همین صداقت باعث شده زندگی براشون سبک‌تر بشه. اما بذار بریم سر اصل ماجرا. علت اصلی این که اسم جمهوری چک همه جا شنیده میشه فقط آزادی اجتماعی نیست. اینجا پایتخت صنعت فیلم‌های بزرگسالانه است در اروپا. آره دقیقاً همون چیزی که فکر کردی. حتی بازیگرای بین‌المللی از کشورهای دیگه میان پراگ چون اینجا قانون، ممنوعیت و سانسور نداره. همه چی بر اساس انتخاب شخصیه. هیچ کس به کسی نمیگه چی درسته یا غلط. آزادی واقعی یعنی همین، مسئول انتخاب خودت بودن. وقتی تو خیابونای پراگ راه میری یه حس خاصی داری. آدما خسته نیستن، افسرده نیستن، با لبخند رد میشن، لباسای خاص میپوشن، اهل تفریحن. میری تو یه کافه میبینی یه پیرمرد با نوش نشسته آبجو میزنه. اینجا پیرمردها هم از ما جوان‌ترن. و نکته جالب‌تر، استفاده از ماریجوانا برای مصرف شخصی اینجا آزاده. تو بعضی پارک‌ها بوش از 100 متر اونورتر میاد. همینجاست که میفهمی آزادی یعنی زندگی بدون ترس از قضاوت. اما آزادی فقط تو لذت‌ها خلاصه نمیشه. تو چک آزادی یعنی حق فکر کردن، حق اینکه باور نکنی. نصف مردم کشور میگن ما هیچ دینی نداریم، ولی اگه بری باهاشون بشینی از اخلاق، از انسانیت، از وجدان حرف میزنن. میگن ما به انسان بودن اعتقاد داریم، نه به ترس از جهنم. و این نگاه کل جامعهشون رو ساخته. جرم کمه، تجاوز کمه، تبعیض کمتره، چون قانون براشون مقدس‌تر از مذهب شده و نتیجه یه جامعه منظم، شاد و بی‌دغدغه. اما سوال اینجاست، چطور کشوری که خدا رو کنار گذاشته یکی از امن‌ترین و آرام‌ترین کشورهای دنیاست، چطور بدون ایمان مذهبی جرم کمتره و لبخندها واقعی‌ترن؟ شاید چون مردمش یاد گرفتن مسئول خوشبختی خودشون باشن، نه اینکه منتظر باشن کسی از بالا براشون تصمیم بگیره. جمهوری چک فقط یک کشور آزاد نیست، یه تجربه است، یه تصویر واقعی از اینکه انسان چطور میتونه بدون ترس، بدون قضاوت و بدون محدودیت زندگی کنه. البته آزادی همیشه دولبه است. بعضیا اینجا گم میشن، بعضیا تازه خودشونو پیدا میکنن و شاید برای همین بهش میگن کشور بیخدایان و آزادترین کشور دنیا. اما یه چیز رو یادت نره، آزادی بدون مسئولیت هرج و مرجه. چک بهت یاد میده چطور آزاد باشی و بازم آدم بمونی. یاد میگیری بدون اینکه به کسی وابسته باشی برای خودت زندگی کنی. برای همینه که وقتی این کشور رو میبینی یه حس عجیبی میگیری، حس بین حسادت و احترام. حالا تو بگو، آزادی واقعی از نظر تو یعنی چی؟ زندگی بدون مذهب ولی با آرامش، یا ایمان همراه با محدودیت؟ حتما نظرت رو پایین برام بنویس، چون میخوام بدونم تو کدوم سمت ایستادی. ما تازه اول راهیم و با خانواده دونرگرام قراره بتره کنیم. صبر کن چون سفرمون تازه شروع شده و قراره دنیا رو همونطوری که هست نشونت بدیم.